نیروهای گارد مرزی عراق برای جلوگیری از نفوذ افراد مسلح و ورود سلاح و مهمات و مواد مخدر از ایران به این کشور طرح‌های جدیدی را به مرحله اجرا درآوردند. توجهتون رو به گزارشی از تلویزیون العربیه در این مورد جلب می‌کنیم. في العراق خطة جديدة تهجتها قيادة حرس الحدود العراقية في إنشاء مخافر حدودية عائمة على الحدود العراقية الإيرانية لا سيما في المناطق التي تشهد عمليات تسلل وتهريب. نیروهای گارد مرزی عراق برای مقابله با نفوذ عناصر مسلح و قاچاق سلاح و مهمات در مرز با ایران طرح جدیدی را در پیش گرفته و پاسگاه‌های مرزی معلق را در این مناطق به ویژه در مناطقی که از آنجا نفوذ و قاچاق صورت می‌گیرد ایجاد کردند. تلویزیون العربیه گفت عبور عناصر مسلح و نیاز آنها به سلاح و مهمات برای اجرای عملیات مسلحانه از طریق مرز بین ایران و عراق تا مدتی پیش از مسیرهای ویژه‌ای در هورهای عراق صورت می‌گرفت. این منطقه ویژگی خاصی دارد زیرا که مناطق آبی است و با نیزار پوشیده شده است. این امر مأموریت نیروهای امنیتی برای کنترل بر منطقه و کنترل ورود و خروج را مشکل می‌کرد. دولت عراق برای جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات و نفوذ عناصر مسلح از مرز ایران راهی بجز ایجاد پاسگاه‌های مرزی معلق نداشت که برای اولین بار در عراق احداث می‌شود. ولأول مرة في العراق. سپهبد ستاد محسن عبدالحسن فرمانده مرز عراق به تلویزیون العربیه گفت ما این کار را به پیمانکار ندادیم و تیم‌های میدانیمان در فرماندهی چهارم آن را به عهده گرفتند و با نظارت مهندسان سابق نیروی دریایی که در گارد مرزی هستند آن را انجام داده و موفق شدند. بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وما تلاه من انفلات أمني وغياب تام للرقابة على الحدود مع دول الجوار عموما وحدوده مع الجارة إيران خصوصا. تلویزیون العربی افزود بعد از سرنگونی رژیم سابق در سال 2003 و ناامنی که بعد از آن پیش آمد و عدم کنترل مرز با کشورهای همسایه و به خصوص مرز با ایران، قاچاقچیان برای وارد کردن مواد مخدر از این مناطق فعال شدند. بخشی از این مواد مخدر در عراق توزیع میشد و بخشی دیگر به کشورهای دیگر منتقل میشد. پاسگاه‌های معلق به منظور کنترل تحرکات قایق‌های مشکوک و تعقیب آنها توسط نیروهای گشتی است. سير دوريات هذه الدوريات نهرية استفادنا منها في كشف كثير من المواقع اللي تحتوي على أسلحة أو اللي مخبأ بها بعض الأسلحة هناك. سرتیپ عبدالرزاق الحسناوی فرمانده تیپ 11 گارد مرزی گفت از گشتی‌های رودخانه‌ای برای کشف سلاح‌های پنهان شده استفاده کردیم. سرهنگ تمام محمد شبرم از فرماندهی نیروهای مرزی عراق گفت تلاش برای تقویت پاسگاه‌های معلق ادامه دارد تا اینکه همه مسیرهای احتمالی که ممکن است مورد استفاده عناصر نفوذی و قاچاقچی قرار بگیرد بپوشاند. العربیه در پایان گفت متخصصان عقیده دارند این دستاورد می‌تواند در بستن راه‌های نفوذ و قاچاق از ایران به عراق کمک کند و گام نخست در متوقف کردن قاچاقچیان مواد مخدر است. تجار المخدرات التي تنتهي بالميل الألف من هور الحويزة جنوب العراق على الحدود العراقية الإيرانية